طبق معمول که داشتم برای ایده ویدیو فکر میکردم با خودم گفتم پس بهتر ویدیو یه بازی فایتینگ رو براتون بذارم و 3 تا بازی بود که جز بهترین ها بودن: مورتال کامبت، تیکن و کشتی کج. اما یه بازی چشم رو گرفت و اون چیزی نبود جز UFC. پس سلام بچه، امیدوارم تو خیلی خوب باشه. امروز قراره بریم سراغ بازی UFC و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. خب من آقای جان جونز اسطوره UFC رو برمیدارم. منم اوتیل رو برداشتم. ایول یکم گوندم. دیگه خورد. اوجی ان شد کارت. فقط با یه مشت. بر منم اوجی که ان شد. چی زد بهت؟ خدایی قبول کن. خیلی خوب زد. ای بابا. وای یه کاکته من جان پام نداد. شوی چرا ماگه اینجوری کتلت شد؟ شد دیدی چرا پهن شد اینجوری پام. زده؟ آره آقا جونز ماشاءالله. الان ببینم من اینو الان ببرم پایین دقیقا چی میشه؟ چیه کاراکتر؟ ببینم. چیزی نمیشه، میافتم زمین. نه با اون کار ندارم، پای این نصف بدن منو فقط میتونه بگیره. بدن که فکر نکنم. حالا یکم سیاه نیست کاراکترت؟ اصلا نه نجات پرست فکر نیستم میکنی. فکر میکنی پلت رنگیش اینا فکر کنم یه آلردی کوچولو اینطوری هم دیگه مدلش. درست. از داورم سیاه تره. او میخورده دین کلت آره منفجر میشه. ای بابا چرا بابا دوباره نمیخوره، نمیخونه؟ دستم کوتاه حاجی، دست کارکترم کوتاه. یه دستم لامصب کوتاه. دستم کوتاه. بابا دستم کوتاه. وای خدا خدا چرا جا خالی میدی؟ بخور دیگه. دستم کوتاه حاجی، نمیتونم بزنم. ولی پات فکر کنم گنده. یه کوچولو دستم چیز بود خیلی چیزتر بود. دستم کوتاه خیلی چی دارم میگم. فقط میخوام پا بزنم چون دست بزنم میخورم. باستم نخور. لامصب اصلا هیچ قشنگ جا خالی میدم بعد نمیتونم بزنم. پس بذار بریم زمینی. پاش دروید فضایی بید. اوه بالاخره خورد. بالاخره کار خودتو کردی. این فن رو من میخوام یاد بگیرم و اشتباه میزنم. پس بریم پایین. یا سبحان الله. به چه جاحالی رفتم پایین. کتاب کن این از ترفندهای بازیه. با دیدی کشتیگیر این تیم میندازی زمین امتیاز بگیری چجوریه؟ آره دیگه دقیقا.
یکم آرام‌تر شدید وحشیانه باشید. جان دیگه من چیکار کنم؟ با آقا جان بگو آرومتر بزنه. او اوی هم یک آرد و زبدر خوب بزنم به موقع. نشد. ریل یکی نه بعدم میزنم حالا. آخ داشت میپیزرم یو اومد پایین. اوه هیل. آها اه. ای بابا ببین بیا بقیه رو نکن. استامینه ندارم. آجی کاراکتر دیگه ناامید از زندگی ناامید. آره بسم الله الرحمن. بچه مولوی این بچه مولوی نبود. ایو آجی چقدر سم بود. مثبت 10,000 اورو. نه مثل اینکه زیاد نه بلند پروازی کرد. دیگه نمیشه خیلی زیبا بود. انقدر فن رو دوست دارم. دیگه اوی نمیخوره لامصب. کوتولاست دستو. من ایلیا رو برمیدارم. نه آجی اینا نمیصرفه. باید برم توی نسخه جدید آنلاک شده. من جمال برمیدارم. جمال کیه؟ آقا جمال نه. آقا جمال آقا جمال گل. چرا شبیه گنجش که آقا روخ کاره سیسی جلویش انگار گنجش که. آقا جمال ها اوباحت داره اوباحت. 1.5. آقا جمال هیکلی چقدر گندن. حال که ایرانیه برای خودش. استروید زده بیا ارنامول میزنه ایره سندی یه 100 کیلو سندی بران بیا بلش کن. به اینجور سیسان نمیخوره. با ماشاءالله آقا جمال. باید فکر کنم جمال اسکیزوفرنی داره. چرا؟ این در همچی دلکی. اوه ماشاءالله آقا جمال. آقا جمال با اون دامنی که داره غیر میتونه بده برا ما. شنگل 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 نانای نانا. نانای آقا جمال اوه کاراکترم ان شد. یادته همه گفتن تو نمیتونی ولی من تونست. آقا جمال فرق با ساکی نداره والا. اون خدا بود اون اصلا خیلی متفاوت بود.
اون تو سبک خودش اسطوره‌ای بود آقای ساکی. این چه فنی بود. اینه یه حرکات دیگه اختراع میکنه دیگه. آقا جمال پای من دیگه نمیتونم بهش اعتماد کنم که رو زمین وایسته، باید دستام کمک بگیرم. ایو. جمال مظلوم. آقا جمال دارم میبازم. جمال قدرت شد. جمال سیاه پوست نجات پرستی داشت. اینجاش شد اونجاش. لاک پشتن نینجا سیاه به چاول لاک این گنجش که روش آنتیبیوتیک ریختن این شکل شده. مدلش کم متفاوته. چه پایی زدی لیوتون بالا چیری برد پارو. آقا جمال علاقه به ناکاوت شدن ندارن؟ نه آجی من فلان جا دارم. دقیقه اصلا نمیشه دقت کردی؟ ماشالله با اون هیکل والا بعیدم نیست خسته بشه. چه عجب. اوه آقا جمال کامبک زد. جمال جی اصلا دیگه آور آخ ای بابا. آقا جمال کمک خواست. آقا جمال کمک خواست. چشای آقا جمال کجاست؟ از تو میبینه. بذاری برم. جمال تو شروع خوبه دقت کردی؟ آره شبیه تریاکی را میره. ایلیا دیگه جان نداره. در حد ناکاوت شدن بود ولی. آقا بذار پاتو ببوسم. آقا بذار پاتو آقا چی شدی با؟ یکم زیادی روی کردم. گوفی دارن چک میکنن ایلیا رو.
آقا جمال دوناشو مثل اینکه نخورده. آخ اونش همین الان خب راه نمیره ایلیا راه نمیره. اینجوری بزن فکر کنم بمیری نه. بذار برم من احساس لطفاً. میکنی زیاد زنده موندی. اتفاقا خیلی هم خوب زنده موندم. کاراکتر من سگ جانه. اوه خیلی داره دووم میاره بنده خدا. حاجی بمیر دیگه. بذار یکم ریکاوری کنم خودمو. دیگه هوایی نمیزنه. کاراکترمون راه نمیرن. باش مچ بعدی. بیا اوه حاجی چقدر خوب بود. داداش یه کوچولو آرومتر باش. زندگی اونقدر سخت نگیر. ای بابا دست میرسه. اینی که میخوره حاجی. این یکی دیگه دستش کوچولو نیست. یا علی چی شد؟ منفی آورایی داریم میخوریم. ریزش کلا آورایی. من وضعیتم او چی شد؟ یه هم زود نکت نشد. دفاع به موقعی رابرت بود. من نیستم. حاجی ناموسن باست. ای بابا حاجی بنده خدا دلم براش میسوزه. میاد یه موشت بزنه هر دفعه خواست بزنه نتونست. دیدی؟ ترکید. این دفعه دیگه موفق شد. حبیب مظلوم. دور ماگو به دور مزل. آخ حاجی دسته این دیگه میخوری. خیلی خوشگل بود. حاجی دال کرد این ناموسن. اوه بس پا رو بده بیاد. گراو باش واقعا حاجی درکت نگاه میندازم بلند میشی. خودم درک میکنم. اعصاب میشی. حاجی میخواستم بگیرم نشد. ای بابا
نظر در مورد آلمان چیه؟ نظر تمام در مورد آلمان بده. not bad. Lands the kick to the body there. Oh, and he lands another huge kick. آلمان خیلی خوبه. علی گریزی داره. بتیم آخ. سر نداره دیگه. چند تا پشت سرم خوردی؟ 3 تا. فکر کنم یه 3. آقا پدی سفید. من چی بردارم؟ من اولیویرو برمیدارم. تروی هارد میخوام با دست بازی کن. باش. For Charles Oliveira, this man has every skill you would want in a mixed martial artist, and that's why he has gone from, middle and featherweight at times to one of the greatest lightweights of all time. Oh, big right hook, but a whip. Early round action here, Charles Oliveira pressing forward, guard high, in constant pursuit of his foe. Yeah, classic Muay Thai, man. Lifting that knee to draw to reaction, and if you give him too big a reaction, he will start you with that beautiful left hook. The guy has tremendous power, and he sets up his strikes like not many guys in the UFC, or not many people in the UFC. یکم دور دادم. Oh, switch kick, nailed it. Practice makes perfect. Practice makes perfect. او Back to his feet. جیو استاق طلایی نمیدادتت؟ پدی چرا یکم ساق طلایی هست. چرا که نه. بازی تازه داره هارد میشه